نفروش همسایت را، نفروش برادرت را، نکن خیانت به همسایه، نکن خیانت به ایمان، نکن خیانت به اسلام. از خدا عزیزی دیلم بترس. خدا شما را نظارت دارد، نظارگر شما خدای رؤوف و مهربان. بترسید از اون روزی که به سکرات مرگ گرفتار میشید. همون سالی که شما برادرت را میفروشی، شانه از تو خالی میکند، میگد و پس سر من تو به برادرت خیانت کردی، تو به همسایت خیانت کردی، تو به دوستت خیانت کردی. من خرسندم که مرگی تو زودتر آمد، ورنه تو فردا به منم خیانت میکردی. این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. بترس از اون کرام